ادب احترام دارم به شما گران عزتمندم. 11 استان کشور برخواستن مردم به خیابان ها آمدن. در 11 کشور دانشگاه یکی یکی دارن و به پا میخیزند. دانشگاه خوارزمی کرج تظاهرات خیلی بزرگ بودن اونجا برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علم و صنعت تهران، دانشگاه بهشتی، دانشگاه ملی و همینطور بازار تهران. اتفاق خیلی مهمی، چندین بازار در کشور، بازارهای استان کردستان در شهرهای مختلف همه تعطیل کردن در اعتراض به نظام جمهوری اسلامی. از مهمترین شعارهایی که امروز در دانشگاه خوارزمی کرج شنیده میشد این بود: اگر با هم یکی نشیم یکی یکی تمام میشیم. و این عنوان درشت روزنامه آسیا چاپ تهرانی که تردید نداره ایران در حال گذاره. جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت روبروست. این سخن این روزنامه است. در گفتگو با یک کارشناس باید گفته میشه که مقاومت سیاسی در برابر بحران مشروعیتی که پیش آمده برعکس شتاب میده به جریان گذشتن از جمهوری اسلامی. با کی هستیم؟ با استاد برجسته دانشگاه استنفورد آقای دکتر عباس مینانی عزیز، هم میهمانم. سلام کنم به خدمت آقای دکتر مینانی. دکتر مینانی خیلی خوش آمدید، درود بر شما. سلام به شما و به همه بینندگان و شنوندگانتون در هر جای ایران پهناور و امروز به پا خواسته. دکتر مینانی وقتی الان به منظرهای ایران نگاه میکنید، قتل مهسا، این عنوان درشت یک روزنامه‌ای که همین امروز در تهران منتشر شده، سراپا میشید؟ من فکر میکنم دقیقا همینطوری که در این روزنامه اومده. بعضی سعی میکنند که این مسئله رو محدود بکنند به مرگ واقعا تراژیک خانم امینی و مرگشون رو به مادرشون، به خانواده‌شون واقعا تسلیت میگم. من این روزها هر دفعه تصاویر ایشون رو میبینم، تصویر مادرشون رو میبینم، به یادم میاد که چه در این انسان شریف آمده صرفاً به لحاظ اینکه یک مشت عجمی رو اوباش لباسشون رو مناسب نمیستن. من نمیدونم چجوری میشه تصور کرد که با این قلب خانوادهش مثلا زندگی میکنه. فکر کنم مردم ایران به این نتیجه رسیدن مسئله خانم امینی معلوله. مسئلهش گشت ارشاد نیست که حالا یه دی میگن گشت ارشاد بعد به این مسئله حل میشه. مسئلهش حجاب اجباری هم در واقع نیست، برای اینکه حجاب اجباری هم معلول این سیستم متحجر مستبده. حجاب اجباری معلول یک سیستم متحجری است بر اساس یک مفهوم من درآوردی که خمینی درآورده که من چون شریعت بلدم تنها حاکم این مملکت هستم و همه باید بر من به من اقتدا بکنید و از اون مفهوم من درآوردی یک رژیم استبدادی از نوع علوم وسطاییش با خشونتی که واقعا تنها با رژیم‌های توتالیتر قابل قیاسه بر سر کار میده و برخلاف بسیاری دیگر از رژیم‌های توتالیتر، از چین بگیرید تا استالین بگیرید تا آلمان بگیرید، این رژیم‌های توتالیتر خونخوار بودن، یهود کش بودن، آزادی کش بودن، ولی اقتصاد رو یک رونقی داده بودن قبل از اینکه به اون فسادشون برسن. استالین یک کشور فروشکسته رو تبدیل گرفت، یک کشوری ساخت که در مقابل آلمان نازی مقاومت کرد، با آلمان نازی رو شکست داد. چینی ها همینطور آلمان یک کشور برشکسته رو تبدیل گرفتن، بعد که یک رونق اقتصادی رو جنون رهبر برش غالب شد و یهود کشی رو آغاز کرد و نهم شد. اینها اون سازندگی رو هم نکردن، اینها برعکس یک کشور پولا تحویل گرفتن
با 90% شاید حمایت مردم و ازش یک ویرانه ساختند، مثل یک قوم چپاولگر هستند. حجاب اجباری را بردارن، مسئله مردم ایران با این رژیم حل نمیشه، مسئله جامعه ایران با این رژیم حل نمیشه. این یک رژیم فاسد مافیایی بی‌کفایته. تنها یک رژیم دموکراتیک برخواسته از رأی مردم میتونه این بحران ایران رو حل بکنه و یک ایرانی که ایرانیان مستحقش هستند. من در مقابل شجاعت مردم که در برابر گلوله، در برابر ساچمه، در برابر باتون، در برابر حبس، در برابر تهدید میان و شعار میدن، ننگ بر رهبر میگن، ننگ بر حزب الله میگن، ننگ بر جمهوری اسلامی میگن، واقعا سر تعظیم فرو میبرم و بعدم تأسف میخورم که ما در خارج نمیتونیم صدای اینها رو اونچنان که باید، نتونستیم اونچنان که باید منعکس کنیم. من خوشحالم که آقای داریوش از 2-3 هفته پیش مردم رو دعوت کرد که بیان در تظاهرات علیه این جامعه‌ای که الان به عنوان رئیس جمهور ایران شرکت بکنن. خوشحالم که آقای ابی پیوسته، ولی باید 20 هنرمند در سطح اینها از 2 ماه پیش اعلام میکردن ما 400,000 نفر، 200,000 نفر، 100,000 نفر در اونجا جمع میکردیم و به آمریکایی ها، به مطبوعات آمریکایی، به این مالکشان این جمهوری نکبت در جهان نشون میدادیم که این رژیم نماینده مردم ایران نیست. یه دی حالا رفتن، واقعا دستشون درد نکنیم، ولی اگر این کار رو ما با تدارک بیشتری میکردیم اصلا چه مردکی رو جرأت نمیکردن اینجا بفرستن. اونها با دست خالی میرن جلوی گلوله و ما اینجا با دست پر کمتر تونستیم اونچنان که مردم، زنان ایران مستحقش هستن صداشون باشیم. میدونم هر کسی سعی میکنه اعلامیه بده، مصادره به مطلوب خودش بکنه، بگه این مال ماست، اون مال ماست، اون مال فلانه. خب اینا در حال از خصیصه فعالیت سیاسی میاد، ولی اون شعاری که در دانشگاه خوارزمی میدادن که با یکتا بشیم و یا تیکه میشیم، به نظر من الان ضرورت مبرم این زمان هست. زمان ایران پرچمی رو در دست گرفتن و الان بارها ما با هم در همین برنامه شما صحبت کردیم، یک مقاومت عظیمی رو شروع کردن. من یه بار در همون شهر شما سخنرانی کردم، خانم سرشار هم که کتاب بسیار زیبا شما این هفته پیش در اومد و واقعا خوندنش رو توصیه میکنم به همه دوستانی که علاقه‌مند به شناخت تاریخ مهاجرین ایران هستند. من گمانم همیشه این بودی که زنان ایران جنبش مقاومت مدنی و سرکشی مدنی رو که از جنس اونچه که مثلا گاندی کرد، اونچه که کینگ در آمریکا کرد، به موفق ترین شکل ممکن انجام دادن. یعنی اینها تونستند با مقاومت در برابر یک قانون غیر اخلاقی و غیر مطلوب، من کلمه مشروع رو کمتر استفاده میکنم چون یک بار در یکی از برنامه‌ها مشروع گفتم، مشروعیت گفتم، یک کسی برام ایمیل به لطف فرستاد و گفت که اگه شما خواستار یک حکومت عرفی هستید، مشروعیت اصلا اساس کلمش کجه، مطلوبیت درسته، محبوبیت درسته، رأی مردم درسته. زنان ایران علیه یک قانون زن ستیز و قرون وسطایی، حجاب اجباری قرون وسطاست، در قرون وسطاست که به مردم در اون زمان به زن و مرد تحکیم میکردن چه بپوشید، فقط هم به زنان نمیگفتن، به مردم میگفتن. مرد روستایی حق نداشت لباسی غیر از روستاییش بپوشه
حق نداشت در خیابان جاهایی که دیگران باید حرکت بکنن، حق نداشت در کلیسا جایی غیر از خودش بشینه. همین نکبتی که اینها الان در ایران ایجاد کردن و این رو نمیشه با وجود کسی مثل خامنه‌ای در رأس حل کرد. این دوستانی که در ایران میگن باید بریم در شهر جا نداره، این جا نداره، مردم حکومتی نمیخوان که بر اساس شهر باشه. شهر رو شما دوست دارید در منزلتون، در مسجدتون، هر چقدر میخواهید بین اسلام ربانی و اسلام شیطانی نزاع بکنید. دوران این که سرنوشت مملکت ما رو بدید دست یک عده‌ای که هر رأی رو، هر رأی بخردی رو حکم الهی میدونن. اینهایی که میگن حجاب رو برداریم در ایران، اصلاح طلبانی که در ایران میگن حجاب رو برداریم، حجاب اجباری رو برداریم، مسئله حل میشه. صحبت‌های خامنه‌ای شنیدن در یک جمله دو دروغ گنده میگه که ما با حجاب در عرصه خصوصی که کاری نداریم، شما در خونه هر کاری میخواید بکنید. چند زن و مرد ایرانی زندگیشون از دست دادن، از پنجرهش طبقه ششم پرتاب شدن برای اینکه از اجامر و اوباش شما داشتن فرار میکردن. چند صد هزار دلار مردم همین اون روزها به اجامر شما رشوه میدن برای اینکه عروسی شما بتونن بدون مزاحمت شما انجام بدن. شما به خونه مردم کار دارید. بعد میگه ولی در ملأ، من این عبارت رو میگم، بعد میگه در ملأ ما نمیتونیم، این حکم الهیه، ما وظیفه ما اجرای حکم الهی. وقتی که یه چنین کسی رئیس مملکت نشسته، چجوری میخواید مسئله حجاب رو حل بکنید؟ چجوری میخواید تساوی زن و مرد رو حل بکنید؟ بگذاریم از این که در این مورد که حکم الهی هم میگه هست، اون هم به گفته بعضی از خود روحانیون دروغ میگه. خیلی از اینا میگن که نیست در قرآن، بعضی میگن هست. من میگم چه باشه چه نباشه، در شرایط فعلی حق ندارید حجاب اجباری سر زن بکنید. در قرآن بردهداری هم توجیه شده. جرأت دارید بیا بردهداری بگید حکم الهی ما رواج میداریم؟ چون زن ستیز هستید، زن هراس هستید، اون حکم میخواید اجرا بکنید. حکم بردهداری رو ساکت میذارید. حکمای دیگه در قرآن هست که اون هم جرأت ندارید انجام بدید. احکام قرآن برای اون زمان نوشته شده. بله، در اون زمان به نسبت اون چی که عرب بادیه نشین شاید میکرده قرارداد برخورد درستی بوده. مفهوم اهل کتاب در زمانی که پیغمبر آورده درسته، نسبت به کاری که مسیحیان و یهودی‌ها در اروپا میکردن یک گام به جلو بود، ولی الان گام به جلو نیست. اهل کتاب الان گامی به جلو نیست. الان اهل کتاب الان یک پدیده ضد دموکراتیکه. چرا یهودی‌ها؟ چرا مسیحی‌ها؟ چرا زرتشتی‌ها؟ چرا بهائی‌ها؟ چرا بیدین‌ها در ایران؟ حالا بیدین‌ها که اهل کتاب نیستن، بهائیان که نه اهل کتاب نمیدونن. زرتشتی‌ها رو برای اینکه مالیات ازشون بیشتر بگیرن وارد کردن، به اهل کتاب اضافه کردن، ولی در قرآن اهل کتاب زرتشتی‌ها نیستن. در قرآن 1001 پیغمبر نام میبره از زرتشت که مهمترین پیغمبر اون زمان در خود حتی عربستان بوده. در عربستان نفوذ اندیشه‌های زرتشت بسیار فراوان بوده، اندیشه‌های مهری بسیار فراوان بوده، در مکه بوده، در نجد بوده، در خیلی جا بوده، اسمشو نمیاره. ولی اینها بعداً گفتن حالا اهل کتابن، خوبم کردن، حداقل یه عده از کشتار زرتشتی را جلوگیری شد. ولی الان در قرن 20 در قرن 21 اهل کتاب یعنی چی؟ چرا یهودی نباید بتونه در ایران نخست وزیر بشه؟ چرا زرتشتی نباید بتونه بالاترین مقام برسه؟ چرا یک زن نباید همه مقام های مملکت رو داشته باشه؟ چرا بهایی نباید حق مساوی داشته باشه با هر ایرانی دیگه؟ مردم به این نتیجه رسیدن که شما نه قانونتون با قرن 21 میخوره، نه توان اداره رو دارید. ببینید این فسادی که در کل این رژیمه، مهمترین فسادش دست انداختن ولی فقیه به تقریبا تمام ثروت مملکت. میگه همه مال من هستن، یه مقدار زیادیشو شخصا
توی حساب نمیدونم امام و حساب فلان و شرکت های وابسته به بیت و اوقاف و آستان قدس رضوی، آستان نمیدونم شابدالعظیم و قم و میلیاردها دلار اونجا پول به هیچ کی اینا حساب پس نمیدن. اون وقت میگن که بیایید حجاب اجباری رو بردارید یا به گشت ارشاد بگید با مردم بدرفتاری نکنن، مسئله حل میشه. نه، مسئله حل نمیشه. با این وضع، با این رژیم، با این فساد، با این بی‌کفایتی، با این تحجر و با این ایران ستیزی که شما دارید. نماینده خامنه‌ای میگه که از مردم ناراضی هستیم، میگیم مردم تازه میاریم، میگیم شایعان از جای دیگه میاریم. چون غلط میکنید. میشه تونستی شما ایران رو از بین ببرید. 1300 سال پیش که نیروهاتون تازه نفس هم بودن، خلفای راشدینتون سر کار بودن، نتونستید ایران رو از بین ببرید، فارسی رو از بین ببرید، ایرانیت رو از بین ببرید. حالا میخواهید با این اجامه رو باش از بین ببرید؟ نمیشه. مردم هم به این نتیجه رسیدن و الان شما در 2-3 سال اخیر نگاه بکنید، هر بار سرکوب کردن، فکر کردن تمام شده. 6 ماه بعد، 1 سال بعد کرونا یه مدتی مردم رو خونه نشین کرد. الان دیگه هم صبرشون تمام شده، هم اقتصاد هر روز وحشتناکتر میشه. چند هزار طبیب در همین چند سال اخیر از ایران رفتن. مرگ این زن واقعا دلیل و نماد آزادگی زن ایرانی در واقع شده محل تجمع همه این انتقادها و دلزدگی هایی که مردم از این رژیم فاسد بی‌کفایت زن ستیز ایران هراستن. ممنون آقای دکتر میدانی عزیز. خب میدونم که شما سرکارتون بیشتر با تاریخ هم هست. برخی آثارتون هم که من در ایران شناسی میکنم در گذشته متوجه شدم که راه خیلی عنایت دارید به راز و رمزهایی که در تاریخ عجیب این بار هم دوباره اتفاق غیرت انگیز افتاده. یک دختر کرد اهل سقس شده نماد یک پارچگی ایران. حرف مادرش خیلی شنیدنی است که اسم مهسا امینی یک رمزه. یک دختر کرد باید راز ماندگاری اقوام ایرانی در کنار هم رو دوباره با جان خودش بیان بکنه. این چی به شما میگه آقای دکتر ایرانی؟ به من میگه که فردوسی چه شاعر بزرگی است و چه روح ایرانی رو خوب میشناخته. حتما یادتون است فردوسی در مورد پیدایش قوم کرد میگه وقتی ضحاک هر روز مغز 2 جوان ایرانی رو به این 2 ماهی که بر دوشش بودن باید میداد و بعد از این مدتی آشپزش گفت که این ماره که مغز گاو از مغز جوان رو تشخیص نمیده. 2 جوانی که میمونن یکیش رو سر میبریدن میدادن به ضحاک، یکیش رو میفرستن به کوهستان ها. فردوسی میگه اونها کردها شدن. این کردها تجسم ایرانیتی هستن که در تقابل با ضحاک مبارزه کرده. البته یه جایی کسی برام یه چیزی فرستاد خیلی جالب بود که گفته بعضی میگن که خامنه‌ای رو با ضحاک مقایسه میکنن و بعد محاسبه کرده بود که ضحاک در طول حکومت پرنکبتش چند ایرانی رو کشته به شمار روز و مغزش رو داده به مار گوشش و میگفت که این رژیم روی ضحاک رو هم سفید کرده. ولی دقیقا فردوسیه که
هر دفعه آدم این اتفاقات رو میخونه میبینه به قول شما رمز اون تاریخ رو بهتر میفهمه. اوبید رو بخونید ببینید اوبید در مورد آخوند چی میگه، فردوسی رو بخونید ببینید او در مورد ضحاک ها و کسانی که به ایران حمله کردن چی میگه. سعدی رو بخونید، سعدی که اینها به عنوان موعظه‌گر ازش یاد میکنن ببینید او در مورد اینهایی که برای مردم تعیین تکلیف میکنن چی میگه. سعدی موعظه‌گر میگه اینها. دختر حاتم طایی رو صراحت میگن، احتیاجی به تعبیر نیست. سعدی دختر حاتم طایی رو عادلتر و بخردتر از پیغمبر میدونه. میگه گرفته بودن یه دی رو و داشتن گردن میزدن به حکم پیغمبر، گفتن دختر حاتم طایی رو نزنید. گفت که من اگر دیگران رو گردن میزنید به من گردن بزنید. به صراحت میگه. اینها در تاریخ ما بوده هست، اندیشه ایرانیان بوده و هست. ما کمتر بهشون توجه کردیم. ما یک عقده خود کمبینی داریم. رفته بودم جایی سخنرانی کردم، یکی اومد گفت که شما این چیزایی که به سعدی نسبت دادید هرگز در سعدی نبوده. سعدی ممکن نیست چنین چیزایی که شما نظرات خودتون رو دارید به سعدی تحمیل میکنید. جوانی نخواستم بگم تو چقدر عقده حقارت داری که فکر میکنی سعدی نمیتونه زودتر از غربی ها به انسانگرایی رسیده باشه. سعدی نمیتونه زودتر از ولتر به مزار و خطرات جزم‌اندیشی رسیده باشه. نمیتونه به اندازه بهترین منقدین قرن 20 این جبال فقر و ثروت رو بررسی کرده باشه. این واقع حلش رو نمیتونی تصور بکنی که سعدی چقدر در گفتارش دموکراتیکه، چقدر ما رو به اندیشه وادار میکنه. سعدی موعظه رو خمینی میکنه، خامنه‌ای میکنه، آخوند میکنه که میره بالای منبر و متکلم وحده است و فکر میکنه حقیقت مطلق رو داره میگه. سعدی ما رو به تفکر وامیداره، به تعقل وامیداره، به تساهل وامیداره. میگه تو کی هستی؟ پدرش به سعدی میگه وقتی که میبینه سعدی تعلیم میزنه که من با من نمیشن نماز میخونن، نماز صبح بخونن، دیگه به تو چه مربوطه؟ تو مگه از اونا بهتری؟ برای چی برای اونا تعیین تکلیف میکنی؟ اینها در سنت ما هست. ما و زنان بزرگ در مورد فردوسی صحبت کردیم. حاطف فردوسی، کسی که فردوسی رو تشویق میکنه که شاهنامه رو بنویسه، معشوق فردوسی یک خانومی است که داره با فردوسی میزنه و هم دارن صحبت میکنه. میگه من داستانا رو بلدم، من پهلوی بلدم، حکایات رو خوندم. ما چنین زمانی در تاریخ داریم. زمان حاکمی تو از اون زمان بگیرید تا قرةالعین قرن 19 تا قمر قرن 20 تا نرگس محمدی که الان در زندان لدا، خانم امینی، مادر خانم امینی، مادرهای دیگر داغیار که مثل شیر جلوی این رژیم بایستادن و جزایی نکنند که این جباران از اون جزا دلخوش می‌دارن. ممنون آقای دوچه می‌داریم عزیز. خب با بررسی هایی که در خود ایران صورت گرفت و امروزی در روزنامه آسیا، بنابراین ایران یک با بحران مشروعیت رو بروز، یعنی جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت مشروعیت نداره، مردم بهش پشت کردن، مردم ازش منزجرن، مردم ازش میزارن، نسبت بهش تنفر دارن. شعارهایی هم که داده میشه اما بیشتر علیه اصل ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و این حکومتی است که در دست آقای خامنه‌ای است. نمیخوان دیگه این حکومت، این یک دو
ناکارآمده، میگه بحران ناکارآمدی. مفهومش اگر این بحران ادامه پیدا بکنه ایران رو به زوال میره، ایران رو در نهایت نابود میکنه. پس ما با دو بحران عظیم روبرو هستیم. ایران در حال جابجاییه، به نام گفته آقای دکتر میدانی، ایران در حال نقل و انتقال. حالا پرسشم از شما اینه که هر زایمانی و هر حال هزینه‌ای داره. ما صدای درد مادر ایران رو داریم میشنویم. من بگم چه کنیم که این هزینه کمتر بشه؟ من فکر کنم هرچه صدای مردم و اعتراض مردم در داخل وسیع‌تر بشه و هرچه در خارج ما بهتر و موثرتر بتونیم اون صدا رو بازتاب بدیم و خواسته های مردم رو تبیین بکنیم. خواسته هایی که در ایران اساس جبهه هست، نه اینکه بخوایم برای گروه های خودمون کلاهی بسازیم. در سطح وسیع فرصت این که اینها بتونن سفر بکنن بدون خرج سیاسی گران ازشون بگیریم. اینها الان معلومه اگر 5000 زن بیان در خیابان و 1000 مرد حمایتشون نشون بدن، این حزب اللهی بسیجی و اجامر آتش به اختیار خامنه‌ای جرأت نمی‌کنن دیگه حمله می‌کنن. یعنی بهار زمانی کم میشه که تعداد معترضین زیادتر بشه و من تردید ندارم تمام شناختی که من از ایران دارم، از کسانی که از ایران میان و کسانی که در ایران باشون صحبت میکنم، که یک خیلی بسیار 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 وسیع‌تری از اون چه که همون در خیابانه خواستشون، سمت و سوشون و میزان نفرتشون از این رژیم به اندازه همین هاست. ولی اون عامل ترس هست، اون عامل خشونت هست، اون عامل مصلحت هست. همه اینها عواملی است که افراد در زندگی باش روبرو هستن. یه جایی مردم متوجه میشن که باید بیان. این رژیم بر ترس استواره. پایه هر رژیم مبتنی بر ترس پوشانیه. برای همین است که همه رژیم های پوشانی مبتنی بر ترس یک باره میریزن و همه از سرعت فرو ریزششون تعجب میکنن. نباید تعجب کرد. به محض اینکه اون ترس بریزه مردم میان و این رژیم دلیل این همه خشونتی که میکنه به مردم از هر تجمعی جلوگیری میکنه، برای اینکه دقیقا میدونه هر تجمعی در ایران الان بالقوه ممکنه تبدیل به یک سیل بین‌الملل برای این رژیم بشه و هر تجمع وسیع‌تر بشه ترس مردم کمتر میریزه، بیشتر میریزه و ترس طرفداران رژیم بیشتر میشه. این اجامر کسانی نیستن که به خاطر اندیشه یا اسلام مردم رو به گونه می‌بندن. اینها آتش به اختیار مظلوم هستن، پول میگیرن، وانت میگیرن. این ثروت‌های عظیمی که به فساد دزدیده شده همه نتیجه همینه. من چند روز پیش با یکی صحبت میکردم، گفت حد اقل 10% کل بنزین تولید شده در ایران به طور سیستماتیک از طریق قاچاق به افغانستان و پاکستان و عراق میره. ثروت عظیم است. بنزین با سوبسید از ایران میگیرن، میبرن اونجا تو افغانستان تبدیل به اصلش میکنن، تریاک میگیرن میارن پخش میکنن در ایران میفرستن به اروپا. این بزرگترین هروئین، محموله هروئین از ایران تو آلمان اخیراً کشف کردن. خب یعنی کی در ایران میاره؟ اون سرمایه‌ای که برای از طریق بنزین سرقت میشه و چاپ میشه، خب این افرادی نیستن که حاضر باشن برای اندیشه بجنگن. به محض اینکه فکر کنم این رژیم داره میفته برمیگردن و
آقای خامنه‌ای هم کاملا نشون داده که اونقدر لجوج و از خود راضیه، اونقدر خودش رو عقل کل میدونه که از پذیرفتن واقعیت ها به نظر من عاجز شده. واقعیتی در ذهنش هست، یک عوامل خیالی در ذهنش هست که در اون عالم مثلا الان هموقع میشینی که آقازاده‌ش رو جانشین خودش بکنه، غافل از این که کشتی به گل نشسته و داره حتی بیشتر و بیشتر همه رو از جمله خودشون رو به خطر میاندازه. و به نظر من هرچی ما بیشتر در خارج بتونیم صدای داخل و مبارزات اونها رو بیشتر بکنیم، کمک میکنیم. اینا بحرانشون بحران ناهمزمانی تاریخیه. یعنی این اندیشه متحجر قرن هفتم میخواد در قرن 21 حکومت بکنه. فکر میکنه با داو و درفش میشه، فکر میکنه با تهدید و حدیث میشه. نمیشه. اینترنت ملی درست میکنید، از چین و نمیدونم کره میخواید کمک بگیرید و روس بسازید، اینترنت رو محدود بکنید. یا ما دیگه ایلان ماسک ممکنه امکان دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای رو برای همه ایرانی‌ها فراهم بکنه، یا تعداد قابل ملاحظه‌ای که این سد نکبت رو بشکنن. نمیشه در قرن 21 با اندیشه های قرن هفتم حکومت کرد. شرایط جدیده، جامعه جدیده، زنای ایران الان از مردا بیشتر تحصیل کردن، تعداد تحصیلات فارغ اشغالیش. شما میخواید به زور، شما میخواید به این عنوان که شما حافظ عفت و اطرت اونها هستید. شما اونا خیلی بیشتر از شما، خیلی بهتر از شما حافظ هم ایران هستن، هم خرد هستن، هم سلامت خودشون. شنیدم یکی از این روزنامه‌اش رو که ما خیلی متعجبیم این خانم که حجابش ایرادی نداشت چرا برش ایراد گرفتن. نه، ایراد بر این نیست که برای حجاب درست ایراد گرفتن، ایراد بر اصل حجابه. زن و مرد باید حق داشته باشند لباس خودشون تعیین کنن. تموم شد. زن و مرد مساوی هستن. زن نباید برای خروج از مملکت یا خروج از خونه محتاج اجازه یک مردکی باشه. اگر این پذیرفتنی نیست که در چارچوبش فکر شما نیست، فکر رژیم رو میگن، نمیتونید با ایران امروز حکومت بکنید. اینجور آقای اصلا آب و هوای ایران به مزاج اینا جور نیست آقای اینا با خیلی جای دیگه این آقایون که عبر میانگین سنشون 80 دیگه تو رهبران جمهوری اسلامی عزیز خودرودا، اینا آب و هوای این مملکت بهشون به مزاج، اصلا آب و هوای مدنیت به مزاج اینا نمیخوره. سم محرکه برای آقایون. آقای دکتر میلانی خیلی خوبی که هستید، خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزارم. بسر میشید. دوباره تسلیت میگم میخوام بوده همینی برای من فکر میگیریم من یعنی از ارجمند یه روز گفته بود رادیو با داریوش عزیز، داریوش در کانادا بود و عازم ایالات متحده آمریکا فراخوان هم داده بود برای اجتماع علیه سفر رئیسی و خودش هم فردا شب، امروز سه‌شنبه است، فردا شب ساعت بعد از ظهر فردا یعنی چهارشنبه در لس آنجلس خواهد بود در اجتماع مقابل فدرال بولیوین در ارتباط به سفر قاتل زنجیره‌ای که شناسانه 6000 نفر رو قاتل کرده. همینطور اوی عزیز، اوی مرتبه پیش تو برنامه بود با من گفتگو داشت با همراه پسرش، او هم شخصا در نیویورک حاضر خواهد شد برای اعتراض به سفر ابراهیمی رئیسی. اینا پدیده‌های
فوق‌العاده مؤثر در میان ما ایرانی ها. با کی هستیم؟ با دانشمند ایرانی از مرکز علمی فرانسه، آقای شیبانی راد عزیز. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون جناب میربازی، درود بر شما، بر همه همکاران خوبتون و همه این مخاطبان خوب و نازنین برنامه‌تون. در خدمتتون هستم. ممنونم از دعوتتون. مشتاقم روایت شما رو از اتفاقات اخیر گوش کنم که به نظر نشانه گذر ماست از این بنبستی که 40 سال برش گرفتاریم. سراغا گوش. بله با اینکه این اتفاقات اخیر با یک حادثه تلخ شروع شد، با قتل یک دختر جوان شروع شد، اما خب شاهد بودیم که اون همبستگی که بین مردم هست برای گذر از این حکومت فالانژ اسلامی نمود پیدا کرد. مهسا همجور که به حال خانواده‌اش هم گفتن، دوستان عزیزاش هم گفتن، دختر ایران نام گرفته، اسمش اسم رمز شده، همه به دادخواهی ازش بلند شدن سر تا سر ایران و اون همبستگی که وجود داشت رو نمود علنی پیدا کرده. وقتی اونا می‌بینیم دیروز چند شهر بوده، امروز اگر اشتباه نکنم به 21 شهر رسیده دامنه اعتراضات و واقعا یک چیزی ملی شده. همیشه از یه واقعی تلخ شروع میشه اتحاد ملی و به اون سرانجام خوبی که همه منتظرش هستن سالها میرسه. ببینید برای که یک خشممون میتونه یک خیزشمون بشه، ما 2 تا فاکتور نیاز داریم. یک فاکتور که به فرانسوی بهش میگن دکلانشور، یعنی تحریک، یک محرک اصلی نیاز داریم که به عنوان مثلا مرگ و قتل مهسا عزیز میتونست اون باشه. و ما به یک فاکتور دیگه‌ای که نیاز داریم که بازم فرانسویش میگن فدراتو، یعنی متحد کننده، یعنی گرد هم آورنده. اون رو همیشه ما کم داشتیم. همیشه در تمام اعتراضاتی که داشتیم به نوعی ما با اینکه به عنوان مثل آبان 98 همین نمونه دیگه بود از اعتراضات سراسری، ولی ما در بخش‌های از به عنوان مثل شهر تهران خیلی شاهد اعتراضات نبود. ولی این بار دیدیم که اون عامل گرد هم آورنده، اون فدراتو وجود داشته، در اون احساس مظلومیت این دختر، اون فهم مشترک، اون درد مشترک همه رو تکون داده و ما شاهد بودیم که همه مردم دور هم جمع شدن، دور یک دادخواهی جمع شدن و با هم دیگه فریاد میزنن. ما شاهد تو این اعتراضات اخیر شاهد این مورد دیگه بودیم که تا به حال سابقه نداشته، واقعا توی 43 سال سابقه نداشته. این که ما خیلی از هنرپیشه‌ها، هنرمندان، به اصطلاح سلبریتی هایی که تمام این مدت به حال به دلایل سکوت اختیار می‌کردن و دیدیم که حرف زدن، اعتراض کردن و این بی‌سابقه است و با چه ادبیاتی اعتراض کردن. بعضی از ورزشکارا واقعا با شجاعت کامل در درون ایران می‌بینیم که حتی شاید رادیکال‌تر از کسانی که بیرون هستن بعد به اعتراض گوش می‌دن. همه اینا اون نشانه‌هایی است که این فاجعه، این غم تلخ به همراه داشته و مهسا رمز شده و ما میتونیم امید داشته باشیم که این همبستگی ملی که وجود داشته نمود پیدا کرده دیگه نتونه فریبکاری‌های رژیم نیرنگ رو بخوره. به حال ما می‌بینیم که یکی از شگردهای همیشگیشون برای تفرقه انداختن بین مردم به اصطلاح یه زمانی تهمت زدن به معترضان که اینا از مجاهدین خلق هستن، از منافقین هستن که مردم دوری کنن. این بار هم با تجزیه طلبی خواستن این کار بکنن که خانواده بسیار آگاه و فریفته مهسا امینی و خط گستران کشیدن و این نیرنگشون هم نسبت گفتن که مهسا با اینکه کرد بود، با اینکه داغدارش هسته اول خانواده و بعد کردستان، اما یک داغ ملی، داغ همه ایرانی هاست و این نیرنگ جمهوری اسلامی هم نتیجه نداشته و با تلاششون تو فضای مجازی به هیچ جایی نبرده و فکرم خودشون هم فراموشش کردن. همینطوره. تشکر از توضیحات شما آقای محمود شیبانی. کامل جان، در 11 استان ایران همونطور که آقا هستن تظاهرات شکل گرفته، اعتراضات، فقط شعارهای خیلی تند و تیز ساختار شکن علیه خود نظام جمهوری اسلامی، علیه نظام ولایت فقیه، علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی و نشون میده که مردم نرخ انزجارشون خیلی بالا رفته. این بی سابقه است، اصلا بی سابقه است در تاریخ. حالا نکته که خیلی وسط اهمیت داره این که این دختر نازنین ایران مهسا ژینا به خود
مادرش اسمش ژینا این اندام کردستان رو یک بار دیگه اندام بقیه ایران دوخت با تمام قدرت. این بتون آرمی شد کردستان با بقیه خاک ایران. به نظر می اتفاق خیلی مهمه. یعنی این واقعا من داشتم باید بتون بر صحبت میگردم این راز دیگه، یک راز شگفت‌انگیز، راز ماندگاری اقوام ایرانی کنار هم در طول تاریخ. یک دختر کرد چنین باعث میشه که تمام مردم ایران امروز برآشفته بشن، برافروخته بشن و کردستان ایران یکی و یک دست واقعا با هم داستان بشن، هم صدا بشن برای هر تغییر عمده و کلامی در تاریخ مملکت میهن ما. بفرمایید. بله کاملا درست هست. همونجوری گفتن جمهوری اسلامی تمام این سالها، خصوصا سالهای اخیر که اعتراضات خیلی علنی‌تر شده، شاید اولین گروه‌های معترض جمهوری اسلامی از همون اسفند 57 شروع شد، اما ما از آبان 95 شاهد هستیم که واقعا به سطح خیابون کشیده شده. دیگه اولش هم بین 96 تا آبان 98 بودش. جمهوری اسلامی در این سال اخیر به هر حال تنها راهی که داشته اینه که بین مردم اختلاف کنه، چه بین گروه‌های سیاسی چه بین مردم بین خودشون، به دلایل واقعی، به بهانه‌های واقعی. حساسیت‌ها رو میشناسه، سعی می‌کنه حساسیت مردم انگشت بذاره که حساس‌ترشون کنه و به جون هم بندازشون. یه بخش‌های موفق بوده و یه جاهای موفق نبوده. یکی از مواردی که تا حدودی شاید می‌تونیم که قبل از این ماجرا تا حدودی موفق بوده این بحث تجزیه طلبی. در حالی می‌دونید که مردم ایران حساس هستند به سرزمین ایران، به تمامیت ارض ایران و سعی می‌کرده اختلاف بندازه بین گروه‌ها و قوم‌های مختلفی که همشون به حال رنگ‌های مختلف این سرزمین هستن. اما این عطف مهسا واقعا خط گسلانی به همه این نیرنگ‌ها. این شعارهایی که میشه از کردستان تا تهران، همه قیام برای آزادی و شبیه این که شعار جنجیان آزادی همه جای ایران شنیده میشه، این سخن گفتم فرهیخته‌ای که خانواده اعلام کردن، این همبستگی سیاسی که به وجود اومده، همه این نشون میده که واقعا فریب بودش و خیلی ها ممکنه تحت تاثیر اون فضای مجازی و اون ارتش سایبری جمهوری اسلامی قرار گرفته باشن، فکر می‌کردن واقعا مردم کردستان، یک بخشی حتی از مردم کردستان خواهان جدایی هستن که اینطور نیست. ما واقعا شاهد هستیم که اینطور نیست. کردستان یه بخش از ایران هستش، مهسا دختر ایران هستش، همه به دادخواهی از مهسا و کردستان بلند شدن و برای آزادی برای ایران. و من فکر میکنم واقعا یه بار دیگه باید بگم که این واقعی تلخ مهسا میتونه اگر میشنوه که متاسفانه خانواده‌اش بایستی ناآگاه باشن که جانش بی‌بها از دست نرفتش، جان نازنینش که در 20 سالگی ازش گرفتن که میتونه آینده خوبی داشته باشه. برای شخصیتش آدم متاسفه ولی برای ایران میتونه خوشحال باشی که جانش بیهوده نشده. بعضی حالا دوستان از واژه شهید استفاده، من شخصا چون اعتقادی به این واژه و اینجور تعابیر ندارم استفاده نمی‌کنم، اما مفهومش اگر بخوایم برگردیم که کسی در راه وطن جونش از دست داده، واقعا همینطوری هستش یک سربازی بودش که جونش بیهوده نشده و اون یک پارچگی سرزمین رو به راحتی و به خوبی نشون داده. و از همین مهمتر گفتم اون اتحاد، از بازم واژه اتحاد رو نباید کار ببریم، چون اتحاد یعنی که ما اختلافات سیاسی رو بذاریم کنار، در حالی که اینطور نیست. گروه‌های سیاسی به خوبی میدونن که با هم اختلاف نظر دارن و چقدر خوب هست که دارن، چون اگر یکی بشن این خطری هستش که به حالا وقتی به خمینی رو انداخت که فقط حزب الله رهبر حزب الله و ما به اون سمت نمیریم. اختلافات سیاسی رو میشناسیم، به رسمیت میشناسیم، در کنار هم هستیم، اما یکی هستیم و دوشادوش هم هستیم و با هم هستیم. اون صداقت یعنی که با اینکه میشناسیم که با هم اختلاف داریم ولی کنار هم هستیم و امروز مشاهد اون هستیم. در اقصا نقاط ایران همه به دادخواهی از مهسا برای آزادی ایران بلند شدن و واقعا روزهای روشنی نوید میده این اعتراضات. همینطور که امروز دیدیم که بیشتر از دیروز، من فکر میکنم فردا هم بیشتر از امروز خواهد بود و امید که به نتیجه بره. تشکر میکنم. من راست میگه آقای شیبانی راز، مهسا عزیز ما جانش رو در اندام دانشگاه های ایران دمید، دانشگاه ها رو زنده کرد، بازارها رو زنده کرد، مردم رو، ماها رو زنده کرد. ازش واقعا سپاسگزاریم، از مهسا سپاسگزاریم. آقای شیبانی را
این نکته که به نظر خیلی از اهمیته، بازم جز پدیده ها هم جز فنومین ها این دوره بازارها به بازارهای سنتی همیشه بر مبنای فتوای مذهبی یا علائق یا ملیگرایی و به دستور کانونهای ملیگرا و مذهبی کرکرار می‌کشیدن. برای نخستین بار بازار به خاطر یک دختر و موضوع حجاب و موضوع ضدیت با یک نظام مذهبی کرکرار کشه. بازار سنتی به امروز در ایران که شعارهای در تهران که شعارهای علیه حکومت شنیده میشد. نظرتون در این باره چی؟ جامعه ایران مدت هاست که پوست انداخته. اون جامعه مذهبی که ما سالهای دهه 60 داشتیم که این جامعه مذهبی هستش، امروز واقعا نیست. نمودش هم همین بازار هستش. نه تنها بازار که همه جای جامعه ما می‌بینیم که جامعه عوض شده و اصلا حکومت مذهبی رو به هیچ عنوان نمی‌پذیره و نمی‌خواد. و من فکر می‌کنم سکولاریسم در ایران بعد از رفتن جمهوری اسلامی یک از اصولی هستش که بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد شد، چون همه با گوشت و پوست و خونشون فهمیدن که یک حکومت تئوکراسی و وابسته به آسمان چقدر بلا بر سر زمینیان میتونه بیاره. حکومت زمینی خواهد بود و بازار هم همینطور. منتها باز هم من بگم که این تفاوتی که وجود داشت تا قبل از این ماجرا، تا قبل از این خیزش اخیر، که بعد بخش از جامعه ایران باورشون نشده بود که جمهوری اسلامی رفتنی. شاید درست چارتا میکردن، شاید دنبال موارد دیگه بودن، شاید دوست داشتن هزینه بدن. به هر حال از رانتی که وجود داره در جامعه و پولی در جامعه وجود داره به هر حال بخشی استفاده میکردن و اونجا ما شاهد خیلی اعتراضات نبودیم. اما در این چند سال گذشته به اونها هم ثابت شد که جمهوری اسلامی به نفع هیچ کسی، به نفع هیچ احدی در روی اون جغرافیای سیاسی نیست و اونها هم نفعشون در رفتن جمهوری اسلامی. از چهره‌های سلبریتی و از سینمای رانتی جمهوری اسلامی گرفته تا بازار که به نوعی بهره از اون ثباتی که دوست داشتن وجود داشته باشه تا بتونن به زندگیشون ادامه بدن. و امروز شاهد هستیم که اونها هم صداشون بلند شده و مدت‌ها بود که گروه‌های سیاسی و مخالف اپوزیسیون منتظر این روز بودن که مهسا با تقدیم کردن جانش به همه نشون داد. امروز همونجور شما گفتیم بازار هم شاهد هستیم که برای دادخواهی ترکیه‌اش میکشه پایین. دیگه منتظر یک فتوای اسلامی نیست، چون که گذر کردن از این موضوع و برای دادخواهی برای آزادی خودشون و برای سرنوشت خودشون حتی میتونن من با جرأت بگم که از واژه قیام میکنن و به اعتصابات سراسری میگردن و امیدوارم که شاهد بیش از پیش این باشه، چون همه میدونیم و همه میدونن که ما موقعی پیروز میشیم که با هم باشیم، یک صدا در سراسر ایران و منتظر اگر باشیم که بقیه، چون به حال تخصص من کامپیوتر از اجازه بدیم برای مجموعه اصطلاحی کامپیوتری بگم بهش میگن ددلاس، یعنی بنبست. مثل اینکه ما وارد در میشیم، میخوایم از در عبور کنیم، من منتظر هستم که شما اول عبور کنید و شما منتظر من اول عبور کنم. ما اگر منتظر هم باشیم تا ابد منتظر هستیم هیچ کسی در عبور خواهد نمی‌کرد. در اصطلاح کامپیوتر میگن ددلاس، یعنی بنبست که هستش هیچ کسی در عبور خواهد نمی‌کرد. ما باید شروع بکنیم به رفتن از در. وقتی یه نفر ببینه اون رفت بعدی پشترش میره و دیگه انتظار نمی‌کشه. این همون لحظه هستش که مردم هم متوجه شدن، هم اونهایی که هنوز متوجه نشدن باید بهشون گفت که امروز این هستش که باید هنوز بپیوندیم به این اعتصابات، به این اعتراضات و منتظر نباشیم که شرایط حادتر بشه. اون شاید حادتر موقع میشه که هممون با هم دیگه این کار رو شروع بکنیم. امروز شاهد بودیم شهرهای بیشتری بودن، فردا شاهد خواهیم بود که شهرهای باز هم بیشتری خواهند اومد و مردم بیشتری خواهند اومد و اون انتظار چند ساله اخیر من فکر می‌کنم به زودی مرتفع میشه و ما شاهد سرنگون حکومت تئوکراسی خواهیم. تشکر میکنم، ممنونم. امیران خب خبرهایی که هستیم که جمهوری اسلامی داره آماده میشه که تسلیم کشورهای غربی بشه. دیدار آقای رئیسی با مکرون همین معنا رو میده و کاری از اصلاح طلب‌ها در ایران داره برای خروجی رو به جمهوری اسلامی نشون میدن. یکی موضوع برجامه، یکی میگن حجاب اختیاری کن و تو با برداشتن با حذف حتی حجاب در ایران و اختیاری کردنش مشکل جمهوری اسلامی حل نمیشه.
این آغازه راهه و متاسفانه اصلاح طلبان این وسط سعی میکنن یک بار دیگه مردم رو فریب بدن و یک بار دیگه اسباب نجات یک حکومت جهنمی و لعنتی رو فراهم بکنن. خیلی باید هوشمندانه با این موضوع برخورد کرد. این اتفاقی در ایران افتاده بر سر حجاب نیست. حجاب یک از عارضه‌های موجودیت یک نظام مذهبی است که آب و هوای روزگار واقعا بهش نمیسازه، سازگار نیست، نمیتونه این آب و هوا زندگی کنه. جمهوری اسلامی متحد به این عصر و دوران نیست. آب و هوای ما قبل تاریخ فقط میتونه مناسب مزاج این روحانیت ایران باشه. این روزگار به دردش نمیخوره. مدنیت براش واقعا سم مهلکه. مدنیت، مدرنیته، نمیدونم آزادی زنان. برمیگردیم گفتگومون رو با یک دانشمند ایرانی در مرکز علوم فرانسه ادامه میدیم. آقای حامد شیبانی ربان. از سوال دارم که آقای ایلن ماسک الان در پی اینه که اجازه بگیره، مجوز بگیره، چون برای ایران تحت تحریمه که مبادا استفاده از خدمات اسلامی باعث شکستن قانون تحریم جمهوری اسلامی بشه. اگر این مجوز داده بشه اون وقت دسترسی هموطنان ما به اینترنت سریع سراسر ایران فراهم میشه. میدونم ایلن ماسک موفق باشه. نظر آقای شیبانیان رو تا لحظات دیگر خواهیم شنید. هم نظر ایشون چی؟ برنامه میگیریم تا که جانم به این جهان باقی است، تا که باقی است در جهان بخشم و فراموش میکنم و میبخشم. برنامه میگیریم با آقای حامد شیبانی رات هستیم در مرکز علمی فرانسه. میانم پرسشم درباره ایلن ماسک بود. بذارید توضیحاتی آقای دکتر شیبانی رات، توضیحات فنی ما بیشتر شیفرم بشیم از کاری که احتمال داره آقای ایلن ماسک انجام بده. آقای شیبانی رات سراپا گوشید. خیلی ممنون. سوال بسیار مهمی هست، چون به همه سالهاست که مردم ایران شنیدن که اینترنت ماهواره به ایران بیاد و گاهی وقتا امیدوار شدن، بعد ناامید شدن، نتونسته بیاد. من سعی میکنم یه توضیح بدم که اصلا چجوری این اینترنت ماهواره کار میکنه و بعد حالا ببینیم مشکلاتی که سر راه هست در اینترنت رسته از چه طریقه. ببینید موبایل ها رو که باید بذاریم کنار. اینترنتی که موبایل هامون ازش استفاده میکنه از این شبکه خود موبایل هستش که اون تکنولوژی امروز اصولا ماهواره‌ای نمیتونه باش در تماس باشه. اون اینترنتی که با ماهواره آیلان ماسک استارلینک استفاده میکنه اینترنت ثابت هست، چون ما احتیاج به یک چیپ مخصوصی داریم، یه دیشی هستش که سیگنال رو از ماهواره بگیره و بفرسته، یعنی به حال ارتباط دو طرفه که اون کیت بایستی در حال وارد ایران بشه. هر کسی میکنه اینترنت ماهواره داشته باشه از اون کیت استفاده بکنه. این اولین مشکل وارد کردن این کیت. حالا فرض بکنیم که قاچاق از مرز وارد بشه و مردم تو خونه هاشون یه جایی داشته باشن که استفاده بکنن و بعد اینترنتش رو به وای فای و از اینجا حالا بتونن گوشیشون رو با وای فای گوشی موبایلشون با وای فای بنوست بکنن. یک خطر امنیتی وجود داره، چون این کیت ها سیگنال میفرستند. ممکنه جمهوری اسلامی بتونه پیدا بکنه و بیاد سراغ این خونه که شما از این دیش دارید که مثلا این خطر با تعداد زیاد برطرف میشه. اگه مثلا تو هر محله 10 تا 20 تا وجود داشته باشه، پیدا کردن که دقیقاً کجا هستش خب سخت میشه. این اولین خطر. اما این مشکل فنی دیگه که وجود داره اینه که وقتی که شما اطلاعات ماهواره نیاز داره که به یک ایستگاه زمینی اطلاعات رو بفرسته، چون ایستگاه زمینی به شبکه جهانی اینترنت متصل بشه. در این صورت ماهواره برای خودش اطلاعات نمیتونه نگه داره. دارم کار میکنم روی تکنولوژی که ماهواره ها با لیزر با همدیگه ارتباط داشته باشن که نیازی به ایستگاه زمینی نباشه، ولی این تکنولوژی حداقل تا 2 سال آینده نخواهد بود و ما تا 2 سال آینده که این تکنولوژی پخته بشه و بتونه اجرا بشه ما نیاز حتما به ایستگاه زمینی داریم که اون ماهواره اطلاعات رو بفرسته ایستگاه زمینی و ایستگاه زمینی وصل بشه به شبکه جهانی. در واقع ماهواره مثل آینه رفتار بکنه.
این شعاعی که ماهواره میتونه پوشش بده، چون ماهواره‌های سالی به زمین خیلی نزدیک هستن، چون تکنولوژی ماهواره همیشه بوده، 50-60 سال هست که وجود داشته. چرا شرکت ایلان ماسک موفق شده اینترنت با سرعت بده؟ چون ماهواره‌هاش سبک شدن، کوچیک شدن و تونستن به زمین نزدیک بشن و سیگنال قوی‌تر دریافت کنن و برسن. در حالی که به زمین نزدیک اون محیطی که میتونن پوشش بدن خیلی محدودتر شده، چون به زمین نزدیکتر شدن و حدود 500 کیلومتر هست. یعنی فاصله آخرین کاربری که میتونه از اینترنت به این استارلینک استفاده بکنه تا اون ایستگاه زمینی 500 کیلومتر. اون ایستگاه زمینی در ایران نمیشه گذاشت، خب قطعا چون جمهوری اسلامی اجازه نمیده. پس اگر که بخواد ایران ماسک به ایران اینترنت برسونه، باید یک ایستگاه زمینی در اطراف ایران یکی که باید تعداد بیشتری بذاره. در حال حاضر هیچ کشوری در دور ایران نیستش که ایستگاه زمینی داشته باشه. حالا اگر فرض بکنیم که رایگانی بکنن، کسانی باشن قبول هزینه بکنن در عرض چند ماه که خیلی بعید هستش، بگیم تا سال آینده چند ایستگاه زمینی در اطراف بذارن، احتیاج به کار سیاسی داره. به عنوان مثال در کردستان عراق میشه گذاشت، در بحرین میشه گذاشت، در آذربایجان میشه گذاشت. و ما فکر می‌کنم در کشور دیگه باشه قبول بکنن که یه ایستگاه زمینی بزنن، چون به هر حال ممکنه که جمهوری اسلامی اونجا رو بزنه و موشک بزنه. به هر حال یه سری مشکلات فنی و البته سیاسی و دیپلماتیک وجود داره که ما بتونیم ایستگاه زمینی رو در اطراف ایران مستقر بکنیم و بعد تا شاید 500 کیلومتری اینترنت برسونیم، که البته متاسفانه من فکر می‌کنم به شهرهای مرکزی مثل تهران و اصفهان با این تکنولوژی امروز نشه اینترنت رسون، که البته راه‌های دیگه وجود داره برای اون که به هر حال میشه احتیاج به رایزنی سیاست بالا هستش که شاهزاده رضا پهلوی هم چند وقت پیش اعلام می‌کنه که با گروه‌هایی مشورت میکنن و سعی میکنن که این مشکل رو یه راه حلی براش پیدا بکنن که از سطح کلان، همونجوری گفتم فشار سیاسی سطح بالا نیاز هست که بشه اینترنت رو به ایران رسون. و تحریمی که آقای ایلان ماسک راجعش صحبت کردن اولین قدم از چندین قدمی هستش که باید برداشته بشه تا اینترنت ایران برسه. تشکر از توضیحاتتون. آقای اشارتی، یک ویدیو کلیپ از ساری هست لطفاً. در ساری مراسم روسری سوزان برگزار شد. در نهایت شجاعت در برابر نهادهای شهری، نهادهای رسمی شهری، مردم درش حضور دارن، زن و مرد، دخترهای ما چی میکنن و همینطور در کرمان در نهایت شجاعت، اون در محلات سنتی نشین اصلا باورگردنی نیست. این صحنه‌ای که آدم میبینه نشون دهنده تغییر روان و رویه مردم. آشارتی لطفاً ساری رو نشون فرستادم براتون، فرستادم لطفاً نشون بدید. میخوام نظر عامل شیبانی راه عزیز رو هم بپرسم ببینم که چی نه، چون این اتفاقاتی که داره میفته نشون دهنده واقعاً یک اعتماد به نفس فوق‌العاده و مردم اعتماد به نفس از دست داده بودن. حکومت تا حد زیادی تصور میکرد تا مدت‌های مدید سرکوب نتایجی شده داده و دیگه مردم تو خیابون ها نمیاد. دوباره مردم تو خیابون ها هستن. این بار با قدرت تمام، این بار با شاه نگاه کنید صحنه ها رو. رقص هم با سوزاندن این سری. درست در میدانی که تمام نهادهای شهری در اونجا هست، این سپاه در اونجا، بطریق در اونجا و دستگاه های شهری سال. آقای شیبانی چی میگید؟ به واسط از آدم چیزایی که میبینه در تاریخ بی سابقه در تاریخ. کاش فردوسی بود دوباره این بار از رستم خانان ما سخن میگفت که ایران رو تکون داده واقعا. بفرمایید. آره، من واقعا موقعی که این صحنه‌ها رو میبینم هم خوشحال میشم و هم ناراحت. خوشحال از این جهت که مردم یاد گرفتن چگونه میتونن حقشون رو طلب کنن، حقشون رو بخوان
و از همه ارکان این نظام اسلامی فاشیستی مذهبی گذر کردن. بعضی طرف هم یه غمی میگیرم که برای اینها اصلا حق مسلمان‌ها اگه برای یه دوست فرانسوی تعریف بکنم که مردم حق ندارن اینجور که میخوان لباس بپوشن، باورش نمیشه، اصلا نمیشه تصور بکنی نمیشه. همین قتل مهسا رو واقعا نمیتونن درک بکنن، میشنون سعی تکون میدن، ناراحت میشن، ولی من میدونم که درک نکردم، نفهمیدن، چون اصلا براشون معنی نداره. یه نفر چون مثلا دوست داریش اشکال داشته کشته شده، چون اینها میخوان برفتن ما میگیم که چقدر دنبال آزادی میگن، اصلا نمیتونن درک بکنن و این اونجا اون غم ما رو میگیره که سایی به حال خارج از ایران بودیم که نمیتونیم فریادمون رو به اینها بفهمونیم. اما در صورت در همونجور که گفتم تو صحبت‌ها به حال قتل مهسا، این غمی که ایران رو فرا گرفته یک نویدی برای فردای ایران داره. این صحنه هم همینجوری هستش، مردم یاد گرفتن که چجوری حقشون رو مطالبه کنن، نافرمانی مدنی رو به بهترین نحو ممکن نشون بدن. ما صحنه‌های این که دختر جوانی بدون روسری مثل شیر در دل نیروهای سرکوبگر انتظامی رفته بود، فریاد میزنه، نه از باتونشون میدست، نه از صدایشون میدست. اینها واقعا آدم سر باید تعظیم میکنه به این شجاعتشون، به این ایستادگیشون. من فکر نمی کنم دیگه کسی بتونه جلودار این مردم باشه. تو صحبت شما بود که اصلاح طلب‌ها مثل همیشه میخوان بیان خودشون صاحب اعضانشون میدن، به نفع خودشون مصادره بکنن. دلیلش هم همین هست، چون اونها معمولا از اون گروه تندروی جمهوری بهتر شرایط میفهمند و میدونن که مردم امروز چی میخوان، سعی میکنن خودشون رو با مردم جا بزنن و ببینن که مردم حجاب اجباری رو نمیخوان و مردم گشت ارشاد رو نمیخوان و اون محبوبیت از دست رفته به طور کاملشون میخوان بازداری کنن. منتها اونها هم با اینکه میدونن ولی چاره‌ای ندارن که دیگه مردم واقعا گذاشتن. این موضوع شاید 10 سال پیش همون زمان جمهوری اسلامی میتونست به امید مردم بده که اوکی گشت ارشاد اگر جمع بشه ما میتونیم یه مقدار نفس بیشتر بشه. امروز دیگه نیست. امروز مردم گذاشتن، هم شعار اصول اصلاح طلبی تمام ماجرا رو که 4 سال پیش گفتن از اون هم گذاشتن. امروز سرنگون تمامیت نظام رو میخوام. ما در شعارها یک شعار غیر رادیکال نشنیدیم. به دیکتاتور گوش میدادن، مرگ دیکتاتور میگفتن، آخوند باید گم بشه میگفتن و اصلاح طلبها چاره‌ای ندارن چون نمیتونن از نظام عبور کنن. نظام جزئی از نظام هستن و دارن آخرین تلاش مجبورانشون میکنن که به نوع محبوبیتشون رو به دست بیارن در بخش از جامعه که خوشبختانه دیگه جوابگو نیست و مردم با صحنه‌ای که شما نشون دادید اصلا جمهوری اسلامی بدون حجاب غیر قابل باور هستش. جمهوری اسلامی تمام پایه‌هاش بر اساس دینش هست، بر اساس سرکوب هست، بر اساس خفه کردن بخش بزرگ از جامعه هستش و اگر مسئله حجاب رو بخوان کنار بذارن یعنی جمهوری اسلامی کنار گذاشتن و همه اینا میدونن، خود اصلاح طلب‌ها هم میدونن ولی چاره‌ای ندارن چون اونها نمیدونن جمهوری اسلامی عبور بکنن چون جزء از نظام هستن، بخشی از نظام هستن، جناحی از نظام هستن و تلاش مذبوحانه میکنن. و من با غمی که دارم نمیتونم جلوی خوشحالی رو هم بگیرم که از دیدن این صحنه‌ها، از بسته شدن بازار، از اعتراض در بازار تهران، از رسیدن اعتراض به خیابان‌های بالاتر از میدان ونک بگیرم، چون واقعا همه این نشون میده امروز مردم ایران یک پارچه از هنرمند و ورزشکاری که خیلی داشته تا همون سکوت میکردن بعد به اعتراض شدن تا انواع اقسام اعتراضی در خیابان‌های شما فهمونی 11 استان و من فکر میکنم اون 21 شهری که من شنیدم و دیدم که در خبرنگار اعتراض کردن و به زودی شاید خواهیم بود که واقعا مثل آبان 98 به 100 و اگه دوستان میشه 80 شهر رسیده بود در یکی روز آینده برسیم و خوشحال باشیم که جان مهسا بیهوده شیراز بود. شیراز هم پیوست همیانان هم من منتظر بودم یکی دیگه از چون اختلال قانون آمده در اینترنت و جمهوری اسلامی دستکاری کرده اینترنت رو این یکی دیگه میاد در نتیجه من بدگمان شدم نسبت به شهری که درش به دنیا
اینجا آمدم زندگی کردم، توقع داشتم چون من میشه پیشگام بوده شیراز. خوشبختانه دیدید که یه بار دیگه خواهد کنم نشون بده که آقای حامد شیبانی راه هم ببینن. آقای شیراز ما بود داره فوق‌العاده مرگ بر دیکتاتور همیانه و این یکی از شعارهای کلیدی این دوره اینه، این که تایید سخنان آقای شیبانی راد به تلاش مظلومانه اصلاح طلبی که روزنامه ها دیدم که طلب حذف حجاب اجباری شده و تبدیلش به حجاب اختیاری. نه، میگه این آخرین پیام هدف خود نظام. بنابراین تکلیف روشنه، این مردم دیگه حکومت رو نمیخوان و باز یه بار دیگه نگاه میکنیم به تیتر اول روزنامه آسیا در تهران که نظر بسیار گویاست، تاکید میکنه که نظام جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت روبروست. یعنی میگه این حکومت نمیتونه به این ترتیب اداره، اعتبارش رو از دست داده، این اعتبار منقضی شده، این اعتبار منقضی شده. دو، بحرانی که بحران ناکارآمدی است، یعنی این حکومت قادر نیست ایران رو هدایت بکنه. اگر به همین ترتیب این حکومت بر سر جا بمونه ایران رو به زوال میره، چون به جای مدیران لایق، به جای افراد تکنوکرات، یک آدمی در رأس حکومت قرار یه 5 کلاس سواد داره، اسمش ابراهیم رئیسی است، قاتل زنجیره‌ای است. من این رو امروز به عنوان نماینده جمهوری اسلامی به سازمان ملل فرستادم و آمده دستها رو به علامت تسلیم بالا برده. یعنی همیشه حکومت جمهوری شخص خامنه‌ای در دقیقه 90 وقتی در نهایت ضعف هستن، در نهایت ناتوانی تسلیم میشن. همیشه همین کاری کرده خامنه‌ای، در دقیقه 90 تسلیم شده. در موقعی در اونج قدرتن خدا رو بنده نیستن، شروع میکنن به توحیدسازی و شروع میکنن به شعاردهی، دم از اقتدار میزنن. امروز کار به جایی رسیده که حتی بمب اتم هم تبدیل شده نقطه های ضعف حکومت جمهوری اسلامی. یعنی از جمهوری اسلامی رو بدتر کرده به جایی که بهتر کنه. همین انسانی که قرار بود تبدیل میشه به عامل اقتدار حکومت، تبدیل شده به یکی از نقطه ضعف های کلان حکومت جمهوری اسلامی. نشون میده آقای آخرین فیلم هم نگاه کنیم. این ساریس هم یه هم ها رو بکنیم. نشون میده که جای جمهوری اسلامی از این پس توی فاضلاب تاریخ تمام شد. یعنی از این پس شماره مرکوز شروع شده، شتاب گرفتنش برای شمارش با ماست. ما هستیم که میتونیم شتاب بدیم به واخوانی شماره ها و میتونیم طولانی بکنیم و سنین که چقدر همت به خرج بدیم. و من فکر میکنم که
ایرانی ها در خارج میتونن از این پس خیلی نقش مهمی داشته باشن. این یک دقیقه آخر مال شما آقای شیبانی بفرمایید. یک دقیقه وقت دارید مال شما. برای خواهش کنم با همین صحبت شما اعلام بدن که به حال ما ایرانی خارج از کشور چه کار میتونیم بکنیم. افکار عمومی دنیا تحت تاثیر قرار گرفته، همه مردم دنیا مطلع شدن از این قطع تجی، از اعتراضات. رسانه‌های اروپایی خصوصا که سعی میکردن با جمهوری اسلامی مماشات بکنن، به خاطر مذاکراتی انجام میدن خیلی بد نگن، خیلی اخبار اعتراضات پوشش ندن که جمهوری اسلامی فهم نکنه باشون. هر دیگه نمیتونن. امروز تو تمام روزنامه‌های فرانسه ما شاهد بودیم که راجع اعتراضات نوشتن و کسانی که حتی خبرنگارایی که تا به امروز آپولوژیست جمهوری اسلامی بودن هم لب به اعتراض گشودن. برای همین تظاهرات ما، تجمعات ما خیلی اهمیت پیدا میکنه. به عنوان مثال شنبه آینده در پاریس ما در میدان شسته یک تجمعی داریم و امیدوارم همه ایرانی پاریس بیان اونجا و فریادمون رو سر مردم گذر بزنیم. رسانه‌ها بیان فیلمبرداری کنن که خود فرانسه‌ها متوجه بشن که جمهوری اسلامی رفتنی و به نفع خودشون هستش که در کنار مردم بیستن، چون به هر حال مردم ایران فراموش نمی‌کنن که چه کسانی در این مواقع سختی و سرکوب کنارشون بودن و که نبودن. به نفع خودشون هستش که از الان انتخاب بکنن این طرف برنده که قطعا مردم ایران هستن و طرف بازنده که جمهوری اسلامی باشه از این پای میگه مذاکره بلند شن. برای من واقعا از همه ایرانی‌های خارج درخواست میکنه که در شهرشون، در شهرهای نزدیکشون تجمعی هست حضور پیدا بکنن. یک بار دیگه همبستگیمون رو نشون بدیم، با هم بودن نشون بدیم، اون رسمیت شناختن اختلافامون رو بپذیریم، ولی در کنار هم یک طرف بزنیم و اون هم آزادی ایران هستش که واقعا صدامون این بار به گوش جهان برسه که رسیده، قوی‌تر برسه و به زودی شاید. خب برنامه امروز رو پیشکش میکنیم به کردستان ایران، سپاس از مهسای عزیز، سپاس از ژینای عزیز ما که یک بار دیگه این به اصطلاح راز ماندگاری همبستگی بین همه ایرانی، همه اقوام ایرانی رو اثبات کرد. برداشت دوباره دوخت همه اون پارگی ها رو، دوباره بتون آرمه کرد همبستگی کردستان و سراسر ایران. ببینید مردم در سراسر ایران برای این دختر نازنین کرد چه میکنن. ممنونیم از مهسا که به ما جان داد، دوباره در تن ایران جان دمید و ایرانی ها رو دوباره به خیابون ها آورد. از اون خیلی 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 سپاسگزاریم.